ایرا به شرفی میگن، ایرا به ناموسی و به ابرو بدن میگن. فهمیدی عربا چون نشان دادن اگه یکو معلوم بدن دیروز پوچوی امریکا بگی خس اومد و عربستان پیشوازگیری را بی جشنگیری را بی پیش یک پوچوی ظالمه که امروزه چند هزار کودکی که در غزه بگیم آدمایی که در سکتر غزه دن کشچون با نسبت نیگاه که چه پیشواز میگیرن شه. سبحان الله دختراشون زنهاشون برآوردن پیشم ده موهای سرشون که حالا که الله سبحانه و تعالی در سوره نساء چی میگه با پیامبر نازنین؟ میگه اول زنهای خودت دخترهای خودت بعدن کل امت بگو که ای محمد بالای سرشون پیشای برشون موهای سرشون آستینای درست پوشن که تو که نبینه یگم جوش یگم مرده که بگونه. فهمیدی؟ اینها چی؟ از اینجا که چی عبرت میگیرن دیگر مثال مسلمانایی که مثال میبینن میگن دولت عربستان اینجا مسلمانای اوخی چی خیلی چون سریلی چنه اوخی این خیلی دیوسنی ها این خیلی ها حیف گیری های پیامبر بنام خدا حیف که حضرت علی میگه با فاطمه یک روز نزد رسول اکرم صلی الله علیه و آله اومدن خونه شک اومد. حضرت علی دومادی پیامبر بود، دخترش فاطمه در دست حضرت علی بود. میگه اومدیم دیدیم که میگه پیامبرمون مثل کودک میگه گریه داره، بسیار گریه سخت کرده. میگه پرسیدم فکر کردم میگه حضرت علی که شاید میگه دست یگم یهودی یگم نصرانی یگم مشرک عرب مثال شاید حبیب خدا رو آزار داده باشن گریه داره. نه میگه اومدم پرسیدم یا رسول الله برای چی گریه داره؟ گفت زمان گفت شب معراج در یادم زد، گفت سیر جنت و دوزخ کرده بودم، گفت برای زنهای امتم گریه دارم. گفت 7 طایفه زنهایی را که در دوزخ دید پیامبرمون برای زنهای امت میگه گریه دارم پیامبر نازنین. ببینین این روزا زنها را ما میبینیم چگونه رفتار میکنن، چه خیلانه مثال نگاه کن دیدین خیلی نتالکه یا بو هستن. برای زنهای امت میگه گریه دارم. میگه یکی از طایفه‌ای که در اونجا عذاب دادن کیها بودن؟ از مویهای سرهاشون میگه اوزون بودن. میگه ای جبرائیل پرسیدم برای چی اینهای خیلی؟ میگه در دنیا میگه یا روی نداشتن موهای سرشون ای مردهای بیگانه باید بجا میکردن نه که نه پریچوسکوی نخیلی کردن کوهانی شتور میکردن. میگه میگشتن کیف صفا کردن نشون میدادن دیگرو. میگه تمام ایجاد پزور شد. به نام خدا قسم یک دیوسترین بیناموسترین به نام خدا اینمی عربستان نمی سگ امریکا بگیم من میشه. فهمیدی در چی و شومش دیدم که به نام خدا وقتی همی کار کرد. یا دیگهش ترکیه چی متلی که مثال نمی اسرائیل تانکا و تیر و طوفانی که میبره برای نمی غزه را زدن همه چیزش متالش ترکیه نمی خیلی کربلاش خیلی رویش کردی است. گاز او سویچ دیگه چه نو آذربایجان یاردمش کردی است. چی با من نمیتونیم یکم چی گفته یاردم کردن نمیتونیم. وقتی که کودکا رو ما در اونجا میبینم گریه میکنن یا چه روشون شد مثال پزور شدن به نام خدا داره همه جایی. الله خورتون کنه، الله خورتون کنه. روز قیامت نزدیک میبینیم.